درود بیننده عزیز، قصه نوبتی را تقدیمتان میکنیم. توجه نمایید که قصه خیلی تاثیر بخش است. روزی به دکتر از بیمارخانه زنگ زده گفتند که در بیمارخانه یک پسرک را آوردند که او جراحتی سخت دارد و این جراحی را فقط او کرده میتواند. در حقیقت هم این کار را تنها او میتوانست. دکتر اول جواب داد که او به جراحی آمده نمیتواند، اما از او بسیار خواهش میکنند که اگر نآید بیمار میمیرد. دکتر چند لحظه خاموش می ایستد و بعداً روزگی می دهد و می گوید انتظار باشد می آیم. دکتر دیر مانده به بیمارخانه آمد. در بیمارخانه پدر و مادری بیمار دکتر را انتظار بودند. پدری بیمار بسیار در قهر بود که چرا این دکترها کار خود را در وقتش انجام نمی دهند. هنگامی که پدری بیمار دکتر را دید به او داد زد و گفت شما چگونه دکترید که به جراحی دیر می آید؟ شما خودتان را کی می حسابید؟ اگر این فرزند شما می بود شما همین خیل دیر می آمدید چیکار می کردید؟ دکتر خاموش بود و فقط گفت مرا ببخشید. همین خیل به جراحی در آمد. بعد از چند ساعت دکتر از جراحی بر آمد و گفت که جراحی با موفقیت به انجام رسید. پدری بیمار بسیار خرسند شد که پسرش زنده ماند. او میخواست به دکتر تشکر گوید، اما به او آسان نبود، چون که او در اول به دکتر داد زده بود. او از دوری می دید که همه دکتران به پیش دکتر آمده همدردیشان را می رسانند. پدری بیمار به نزد همشیره آمد و پرسید چرا همه دکتران به او همدردی می کنند؟ در حالی که او از عهده جراحی بر آمد و فرزندی من زنده ماند. همشیره به او جواب داد امروز پسر دکتر از دنیا گذشت. هنگامی که ما به او زنگ زدیم او در جنازه پسرش بود و همین که جنازه تمام شد او زود به بیمارخانه آمد. از همین سبب کمی دیر آمده بود. بله بینندگان عزیز، خود قضاوت کنید. میدانید بعضی وقتا ما حرکت میکنیم که آدمان را گناهکار حسابیم، لیکن نمیدانیم که چنین انسانهای خوب مانند این دکتر کمند. در حالی که پسر دکتر از دنیا گذشته است و او به پسر کسی دیگر دوا میبخشد، یعنی وظیفه جانیش را اجرا کرد. پس از همین حالا مهربان باشد، دل کسی را نرنجانید. باقی سلامت باشد.